معمولا همه آدما وقتی نزدیک مرگشون میشه اینجوریان که حسرت یه سری چیزا رو میخورن، حسرت یه کارهایی که میتونستن بکنن و نکردن رو میخورن، یه سری پشیمونی، یه احساس حسرت خیلی بد. و چیزی که هست اینه که اون حسرت یهویی که به وجود نیومده، اینجوری نبوده که یهو من 50 سالم شده اینجوری هم که این کارو من باید انجام میدم انجام ندادم. اون حسرتو همیشه مدت طولانی با طرف بوده، یعنی مثلا یه مدتی خیلی تو دلش این بوده که کاش مثلا من این کارو بکنم، ولی ترس یا حالا یه سری موضوعات دیگه باعث نشده که اون کار انجام بده. و چیزی که جالبه اینه که همه آدم‌ها یه حسرتی دارن برای خودشون، یعنی مثلا آدمی پیدا نمی‌کنی که آقا این حسرتی نداشته باشه. هر کسی رو می‌بینی اگه پولداره میگه کاش وقت برای خانواده‌ام می‌ذاشتم، اگه فقیره میگه کاش وقت می‌ذاشتم برای خودم، برای کاری که دوست دارم، کاش شغلمو عوض می‌کردم، کاش فلان کارو می‌کردم. و همه برای خودشون یک حسرتی دارن که اونو بارشو همون موقع به وجود نیامده، اون بارشو یه مدت طولانی به دوش کشیدن که موقع مرگشون یاد اون میافتن. پس این حسرت خوردن چیزی یهویی نیستش که شما 50 سالتون بشه و یهویی یک چیز عجیب غریب کاش کاش گیتار تمرین میکردم، در صورتی که مثلا گیتار نمیدونم چیه. پس این حسرت مدت طولانیه تو قلب طرف مونده، پس شما هم باید بدونید اینو. و چیزی که هست اینه که تو این ویدیو نمیخوام بگم 5 تا از برترین حسرت‌های زندگیتون که شما باید گوش کنین، کاری که همه میکنن، نمیدونم برای خودت زندگی کن، به اطرافیانت احساس بده، فلان کن، مهربون باش، و نمیخوام این حرفای کلیشه‌ای رو بزنم. یه چیز عمیق‌تر، یک مشکل عمیق‌تری تو این داستان حسرت هست که الان میخوام آگاهتون کنم که رفته رفته این حسرت رو نداشته باشین که یهو تو 50 سالگی به خودتون میایین که آقا این حسرت رو دوش من موند فلان. اول بریم خود این داستان حسرت رو بازش کنیم که ببینیم چیه داستانش، آگاه بشیم در موردش. بعد فقط یک دونه حسرت رو بهتون میگم که واقعا باید شما مراقبش باشین که همچین حسرتی رو نداشته باشین واقعا، و از الان شما باید بدونید اینو. خب اول این که حسرت یه چیز خیلی واضحه که شما بذارین خیالتون رو راحت کنم، قطعا شما قراره حسرت بخورید. چرا؟ چون ما سوپرمن نیستیم و زمانم اونقدر نداریم، یه زمان محدودی داریم تو این زندگیمون. و چیزی که واضحه اینه که شما اگر روی هر هدفی برنامه‌ریزی کنی به یه سری چیزای دیگه نمیتونی برسی. یه چیز واضحیه. انیشتین با اینکه تو کارش خیلی موفق بود، ولی اگه زندگی نامه‌اش رو بخونید میفهمید واقعا زندگی خانوادگی افتضاحی داشتن و هیچ بچه‌هاش و خانواده‌اش اصلا از اون راضی نبودن. و شما نمیتونین واقعا همه چی رو راضی هم آدمای اطراف رو راضی نگه دارین، هم به هدفهای خودتون برسین، هم آدم موفقی بشین، هم پول زیادی به دست بیارین. بالاخره باید از یه سری چیزا بزنید. این چیز واقعیت زندگیه که باید باش کنار بیاین. این حسرت هم یه جورایی مزخرفه. چرا؟ چون واقعا توی هر شرایط از زندگی شما کاری رو انجام میدی که بهترین کار در همون موقع بوده. شما اگه اشتباه هم میکنید، واقعا اون زمان نیاز بوده که شما اشتباه کنید و شما باید بپذیرید. و زندگی هم دقیقا همینجوریه، مثل یک فوتباله و اگه قرار باشه گل بشه گل میشه. و اینکه حالا این گزارشگره بگه که کاش اینجا گل میزد، کاش اینجا پاس میداد به فلانی، این فایده ای نداره، چون اتفاقی که افتاده دیگه. و همیشه هم همینجوریه، چون ما در همون لحظه بهترین تصمیمی که در همون لحظه میتونیم بگیریم و میگیریم. و حالا اینکه بعدش مغزمون شروع میکنه به قضاوت کردن و آی کاش این کارو میکردی، آی کاش فلان کارو میکردی بهتر بود. و خلاصه میخوام بگم اتفاقی که باید بیفته میفته و شما هم هیچ نقشی یه جورایی درش ندارید. پس این حسرت‌ها و پشیمونی‌ها همش مزخرفه. اما یک حسرتی که خیلی مهمه که شما بدونید و اون کارو انجام بدید که هیچ وقت توی زندگیتون همچین حسرت بدی رو نخورین، که اصلی ترین حسرتیه که میتونم بهتون بگم، اینه که شما باید در هر مکان، هر زمان و هر شرایطی که هستید مراقب باشید که بتونید خوشحال باشید. آره، اگه شما الان خوشحال نیستید که آی چرا مثلا فلانی ازم راضی نیست، آی چرا کارتم از پول لبریز نیست، آی چرا به فلان ماشین نرسیدم، به فلان خونه نرسیدم، آی چرا اینجوری که من میخوام نیست، اگه اینجوری بشه من خوشحالم، باید بگم که سخت در اشتباهید. سخت نه، کامل در اشتباهید. چرا؟ چون خوشحالی یک انتخابه، نه یک هدف. هدف داشتن خیلی خوبه، ولی اینکه شما خوشحالیتونو به این واسطه‌ای که به فلان هدف برسید، آی من مهاجرت کنم، آی فلان کنم، بهتون بگم که این مزخرفترین فکره و
حتما از همین الان باید مراقب این باشین که یه روزی حسرتشو نخورین. سعی کنین از لحظات زندگیتون لذت ببرین و شاد باشین. اصلی ترین موضوع همینه. حالا اینکه شما پولدار بشین یا نشین، به اطرافیان بتونین کمک کنین نکنین مهم نیست، مهم اینه که از اون کاری که انجام بدین لذت ببرین. حرف آخرم این که هیچ وقت حسرت هیچ روز از زندگیتون نخور، چرا که روزای خوب بهت خوشحالی میدن، روزای بد بهت تجربه میدن، روزای سخت بهت درس میدن، بهترین روزا هم که خاطره میشن. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه، زنگوله رو هم فعال کنید. فعلا.